فرزندش گوید که آقت کردم چی می شود؟ حکد انا هر یک پدر در حالت مستی باشه و فرزندش آق کند. یعنی بسیاری سوال های می شود که پدرها فرزندا را در کارهای گناه دلالت می کنند. اگر همین کار تو مقصد انجام نتی من آقت می کنم. نه خواهرها دادرای عزیز، این آق اینها آق نیست. آق به خودش شرط و شرایط دارد. برای چی من یک قصه را پیشتر حکایه میکنم؟ دوره های بگیم همان خلافت حضرت عمر بود. میگه وقتی نفر یک پدر از جاش خیست گفت که چی میگویی در حق فرزنده که ریش پدر میقپد و در سر او با تیاق میزند؟ حکم همین فرزند چی است؟ تا حال حضرت عمر میگه جواب نداده بود که این پسر از جاش خیست. و حضرت گفت همون پسری را که همین پدر از او شکایت دارد همون فرزند منم از شما یک چی میپرسم؟ آیا همون چگونه ای که پدر بالای فرزند حق دارد آیا فرزند بالای پدر حق دارد؟ گفت بله حق دارد. گفت چی حق دارد؟ گفت حقش این است که وقتی او فرزند تولد شد برای او باید عقیقه کنه. اگر همین کار تو مقصد انجام نتی من آقت میکنم. نه خواهرها دادرای عزیز، این آق اینها آق نیست. آق به خودش شرط و شرایط دارد. برای چی من یک قصه را پیشتر حکایه میکنم؟ دوره های بگیم همان خلافت حضرت عمر بود. میگه وقتی نفر یک پدر از جاش خیست گفت که چی میگویی در حق فرزنده که ریش پدر میقپد و در سر او با تیاق میزند؟ حکم همین فرزند چی است؟ تا حال حضرت عمر میگه جواب نداده بود که این پسر از جاش خیست. و حضرت گفت همون پسری را که همین پدر از او شکایت دارد همون فرزند منم از شما یک چی میپرسم؟ آیا همون چگونه ای که پدر بالای فرزند حق دارد آیا فرزند بالای پدر حق دارد؟ گفت بله حق دارد. گفت چی حق دارد؟ گفت حقش این است که وقتی او فرزند تولد شد برای او باید عقیقه کنه، برای او نام خوب گذاره، ببینید در گوش او مقصد اذان گویه و او را گفت تعلیم علم کنه، یعنی با خالق شناسش کنه، از علم مقصد دنیا هم آگاهش کنه تا بی سواد نمانه. بعدا این جوان گفت از روزی که من چشم کشادم در عقیب گفت همین گاو و خرم همیشه من یک گویم چوپانی میکنم یا دمردگی میکنم و نام من گفت جعلان است. جعلانش یک کیرم، نام من را کیر مانده است. میگه حضرت عمر به طرف این پدر گفت پیش از آنی که تو این فرزند عاق کرده خودت عاق شده ای. برای این عاق چیزی عادی و حاضر نیست. عاق به خودش قاعده و قانون دارد، به خودش شرط ها دارد. تا اگر همون قانون و قاعدهش نیاید فرزند عاق نمی شود. و پدر و مادرها را من مصلحتم همین است فرزندا را هیچگاه عاق نکنید. زیرا فرزندا در مردم ما عاق بسیار قبولش سخته. بسیاری جوانها را من دیدم که دخترها را هم دیدم که گو مادرامون عاق ما کرده، دیگه بابای حاجی همین نمازخانی ما چی در کار؟ یا مقصد تمام ما را دنیا و آخرت ما سوخته. این فرزندا این خیلی قبول دارن. برای همین این کلمه را شما نگویید. اگر چنده که با این عاق گفتن اونا عاق هم نمی شود، ولی برای اونا بسیار گذراندن حیات دشوار می شود. خب سوال دیگر، مرد گوید بغیر از تو زن دیگر گیرم برای من 3 طلاق شود، حاضر باشد زنگیر شده است، این چی می شود؟ یعنی یک نفری در پیش زنش میگه اگر زنک من بغیر تو در هر وقتی در هر زمانی
اگر زن بگیرم همون زن به من 3 طلاق. یعنی این یک کلمه از در کتاب طلاق کلما میگن هر وقتا هر زمان که اگر من زن بگیرم بغیر تو او به من 3 طلاقه. از این لحاظ این مسئله همینه، هر گاهی که این آدم زنگیر شد حتما او زن به 3 طلاق میشه. این است راه این مسئله. سوال دیگر، من 8 سال زندگی خوب داشتم، خوشتامنم معیوب بود. نگاه میکردم تا زمانی که قیسینگلم بیوه شد به خانه آمد، خوشتامنم با قیسینگلم بسیار عذابم میتیند. از خانه 2 بار پیشون کردم، باز رفتم، اما این دفعه خانه را به نام دخترش کرد و مرا پیش کرد. من نرفتم. آیا دعای خوشتامنم مرا میگیرد؟ خب بسیار برایم مهم است این سوال، جوابش حاجی بابا گوید. خواهر عزیز، انشاءالله شما این قدر خدمتی که در حق این مادر کردیم و این خواهری که بگیم دختر این زنک که وقت خانه آمد و همه کار و رنگ و همه شکل دیگرگون کرد و که امروز همین کار در این مردم ما هست، دیگر شما در اونجا یک نفر زیادی. مقصد که خانه دخترش ماندگی هیچگاه امروز یگان یاد نمیتید، یگان خیلی الله دانا از شاید باشدم خیلی کم که خانه را به نام تو کند و همه امکانیت برای تو تید. لیکن اگر در همون خانه اگر یگان حقدار باشی، البته مثال فرزندش حقدار است و اگر از اونجا شما حقی داشته باشین حقتون صاحبی کنین، انشاءالله حق شما از این شریعت برای شما اجازت دادگی است، برای این هیچی باقی ندارد. دعای بدی که وی میکند انشاءالله وی به زیان تو نیست، ولی تو موافق قاعده و قانونی گویم چیزی که الله هم معین کرده است، تو در او خانه هم حقدار هستی. برای همین نمی شود که یک خانه را مثال به یک نفر ببخشند خب ترا به حق کنند. لیکن در حیاتش اگر وی این خانه را دخترش تیا به نام او کنه، خیلی موافق قانون و قاعده، دیگر شما از اونجا ناحق میشین، از اون دیگر حق گرفتن نمیتونی. برای همین میلش هر کی بد کرده است میگه به روزی بد رسد، نیکی را نیکی و بد را بد رسد. انشاءالله تو برای خاطر نیکی ها خدا خواهر عزیز صاحب جا میشه، صاحب مکان میشه.